سلام رفقا، صحبتون عالی. خدا به همتون بده عمر طولانی، بعدش هم آرامش به اون دل طوفانی، به زوجای جوونم یه طفل مامانی، به جیبای خالی هم که حسابی مانی. البته اون طفل مامانی که گفتم واسه کساییه که میخوان صاحب فرزند بشن، وگرنه اگه نمیخواید که ایشالله خدا به خودم بچه. راستی من مجردم، نمیتونم. حالا نمیشه یه دونه همینطوری از آسمون بیفته. نمیشه مثل. بله پدر. اینو بگیر پسر جان. این تو جیبت چیکار میکنه؟ بابای یکی از دوستامون داشت میمرد، گفت یه سری چوب بیارید نصیحتتون کنم. ما همین کبریت آوردیم که با چوباش نصیحت کنه. نه سیگار بکشیم، حرفاش سنگین آخ قلبم. باز چی شده پدر؟ الکل داری؟ همه چی هم پرت میکنه. بله که پرت میکنم. این برای ضد عفونی دست دیگه. آها. جاش ما توش یه چیز دیگه ریختیم. سلامتی. قلبم. دیگه چی شده پدر؟ این چیست؟ این چه دیگه اسپری خوشبو کننده است. این برونتو خوشبو میکنه، تو از درون فاسد شدی. ترور شخصیتی میکنی یا تو قشنگ انگل جامعه شدی. پسر من پیپیه. دوباره چی شد؟ این چیه کثافت؟ این که دیگه ماوسه. این تو جیب من نبوده، این کنار کامپیوتره. با این چه سایتایی میری؟ کاش میتونستم برم تو سیتینگت اخلاقت عوض کنم پسرم ویروس کامپیوتری شده. تو میخوای قاتل بابا باشی نه؟ به خود من اینو دیگه ورش نمیدارم. مگه من سگم همه چی و واسه من پرت بله می‌کنی؟ که هستی. صدا تو بیار پایین. بله سگم. باریکلا. به خدا پسرشون میخوام یه هویج بخورم که شامو قوی کنه. آخه بعد تو هر کیو میبینم شبیه تو. میخوام یه هویج بخورم چون رنگش نارنجیه. آخه بعد رفتن تو یادم رفته رنگ چیه. میخوام یه هویج بخورم نگونم، قسم میخورم همین یه دونه. میخوام هویج بخورم نگونم، قسم میخورم همین یه دونه. سیستم قطعه. آقای رئیس، نظرتون در مورد این کاغذ چیه؟ روش نقاشی کشیدم. به راستی این تکنولوژی چیست که مرا از طبیعت و اصل خویش دور کرده؟ برو بابا. خدمتتون عرض می‌کردم سلسله ساسانیان بعد از نصرین هیچی ازشون باقی نموند و برای خوردن سمبوسه به سنگاپوری‌ها حمله کردن. و از سمت دیگه آقای جعفری، حواست به من یا بیرون کلاس رو نگاه می‌کنی؟ من دیگه ساعت کاریم تموم شده، منتظر سرویسم. میگم به قیافت میخوره خیلی شیطون بلا بوده باشی. چجوری اومدی بهش کلک؟ راشو بلد بودی ها. ایشون همراهتونه، خیلی شبیهید. چجوری مردید؟ آها مهم نیست دیگه. داداش ببخشید آتیش داری؟ معلومه که اسکلت کردم. اینجا همش آتیشه. جهنم جایی که همش اسکلت میکنن دیگه. دوستان متاسفانه یا خوشبختانه آقای عزیز محمدی واقعا تبدیل به بالش شدم و من نمونه شبیه سازی شده ایشون هستم. چند وقت پیشم این اتفاق واسه یکی دیگه از دوستام افتاد. چقدر ترسناکه. کمک. نه دوستان شوخی کردم، خودمم. من عزیز محمدی ام و اینم بالش واقعا و جلوه‌های ویژه استفاده کردم. اگه متوجه نشدی میتونیم دوستای خوبی باشیم، چون آدمایی با این سطح از IQ آدمای بامزه‌ای ان. سلام دوستان خوبم، براتون یه روز خیلی خوب و آرزو دارم. امیدوارم که امروز خوش باشید، خوشحال باشید امروز. دوستان خوبم بیاید امروز قدر نعمتی به نام زندگی رو بدونیم و از اینکه یک روز دیگه هم زنده ایم خوشحال باشیم. من خودم به حرفایی که میزنم اعتقاد ندارم.
بیار الان زنگ میزنم بورژواس. نوتیفیکیشن اینستاگرام داداشت داره میمیره. یه لحظه واسه جماله، نزدیک 3 میلیون فالوور داره، این مهمتره. بچه ها 3 میلیونی شدنمون مبارک. نیاید بگید خودت هم چند صد هزار تایی شده جشن گرفتی یا خب منم یکی از اونها هم دیگه، دارم خودمون رو مسخره میکنم، کارمون ضایع است. همینقدر منطقی و مسخره. ترمیممون در 15 ثانیه. در 15 ثانیه. خب دیدید خیلی ساده و ای جانم چقدر ناز شدم اینجوری برم تو خیابون که همه قش میکنن. من اعتماد به نفسم خیلی بالا نیست و اصلا هم نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی و وی حدود 1 ساعت از خودش تعریف کرد. امیدوارم بد برداشت نکنی، نمیخوام جسارت کنم ولی او قراره بهت جسارت کنه، خیال خودش رو راحت کنه. اینا بیشتر جنبه طنز داره، حالا هر کی هم این حرفا رو میزنه واقعا غرضی نداره. حرفاشو زد داره ماسمالی میکنه. بس کن دیگه، بس دیگه، من خودم یاد یه جوک خیلی خنده‌دار افتادم. من این جوکو نساختم، مشقامو خوب نوشتم، بابام بهم ایده داد. خب بذار جوکر رو بگم. یه روز یه آقای میره ساندویچی میگه بندری بس. حالا که وقت خوابیدنه بذارید یه چیزی در مورد خور و پف بگم. من برخلاف همه که خور و پف میکنن تا یه زمانی فقط خورخور میکردم، تا اینکه یه شب بکین پودر زدم پفم کردم که خور و پف. سلام دوستان، ببینید کی اینجاست. آقای بطربی و گنگش. من نمیتونم جزء گنگ باشم. چرا؟ همتون دوستان به نیابت از آقای بطربی معرفی میکنم. خانواده رطوبت پور هستن و فرانچسکو مهمونشون که اومد و توی کرونا موند و دیگه نتونست برگرده. بیایید دعا کنیم که بتونه برگرده. هر یک لایک یک دعا. کپک این اصلا نمیتونید لایک کنید راستی. دوستان داستان اومدن فرانچسکو رو براتون بگم. فرانچسکو یک وکیل اصلا خب میدونید دیگه یعنی چه جور وکیلی، خیلی خوبه. فهمید که یه نفر کلاه امیر پشمک پسر کوچیک خانواده رو برداشته، اومده که به کار اون برسه. بچه‌ها فرانچسکو نباید بفهمه اونی که کلاه برداری کرده بطربیه. حالا من بهش گفتم نکن این کارو، لو میریم آخر سر، یعنی لو میره آخر سر، ولی بازم این کارو کرد. خب فرانچسکو جان، به نظرم این قضیه کلاهبرداری که پیگیرشی اینجا به نتیجه نمیرسه. دنبال چی میگه؟ فارسی بلد نیست. You know, you are in the heaven of the scammers. Find the one.